مثلا 5 سال پیش روز زن به من تبریک نگفت. بعد دید من ناراحتم که مخصوصا نگفتم ببینم چیکار میکنی. دیگه کلنم از اون به بعد دیگه روز زن رو گذاشته کنار. من از بدم میاد از این موضوع. بعضی رفتارها یک روزه تو ذهن خانم میمونه. آقای نگید که بعداً جبران میکنم، وقتی نیست. خانم زایمان کرده، خانم تو اتاق عمله، خانم دچار یک بحران‌های روحیه و نیاز به حمایت شدید داره. فقط اون روز، همون یک روز. آقایی که خانمت تو یک فضای اون روز نیاز داشت به یک دسته گل شاید خیلی معمولی، اون دسته گل نگو خراب میشه، گل دیگه، بس بعدا واسش طلا میگیرم. ما طلا نخواهیم خرید. کاش اون گلو می‌خریدی، کار طلا رو انجام میداد و بیمه می‌کردین خانمت رو تا چند ماه و چند سال و چند. متاسفانه میگذره بعد میخوام جبران کنیم. جبران نخواهد شد. من میخوام بگم آقایون بزرگوار، خانم ها بعضی وقتا چشم انتظاری میکشند و اگر اون زمانش رد بشه دیگه واسهشون ارزش نداره. میلیارد هم واسهش خرج کنی ارزش نداره.